است، اما مختصر بیان میکنیم که در یک عائله یک زن، یک شوهر و اهل فرزندان. او شوهر با فرزند دختری خود مثل زن خود یعنی که معامله میکند و معامله شهوتانی میکند. پس با در این مابین خاموشی را انتخاب میکند، بالای زن و فرزندان ظلم میکند. در آخر این سوال این است که آیا از این پدر این فرزندها روی گرداند و نسبت فرزندها دشنامها میکند، این فرزندها گناهگار میشود، اما در اصل نمیخواهد که با این گناه یعنی پدر در یک جایگی بباشد. آن وقتی که او پدر آن عملهای شهوانی را انجام میدهد، معامله خوب میکند با آن دختر و دیگر فرزندها، اما دیگر وقتها البته سختگیری و یعنی فحشگویی و زدن و دیگر عملها. اعوذ در بالله برابر اعوذ. این در برابر این یعنی که اهمیت نه به آداب، نه به تعلیم فرزندان و نه به عائله است، یگان اهمیتی ندارد. در آخر با این مرد 2 بار حج کرده بوده است، باز نماز میخوانده است. الله اعلم. بارک الله فیک. الله المستعان. صدقه پدر شود. یک پدری خبیث بوده است. الله لعنت کند این چنین پدرهای رو که به دختر خود، به دخترش، من این جمله را شنیدن به بدنم میلرزد و در این جمله صحبت کردن بدنم میلرزد. الله لعنت کند همون پدری رو که شهوانی خودش رو به دخترش. این چی معنی دارد؟ من نفهمیدم. یعنی به دخترش چیکار میکرد است؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. ما میگیم که لعنت به این خل پدری که شهوت خودش رو به دخترش چیزی میکرد است. اعوذ بالله. این لعنت شده مرد است. این چنین انسانها را پیامبر و الله و رسول الله لعنت کرده است. و حتما مادر باید فرزندهای خود بگیرد و از این مرد به یک طرف است تا روزی که مرد این مریضیش، این خباستش، این ملعونیش به پایان میرسد. هرگز به نزد دخترش نزدیکی کرده نماند. نزدیک شدن به دخترش نماند. اعوذ بالله. و بعد از این در این حالت زن حق دارد که طلب طلاق کند. طلاق نتیجت حق دارد که از این ولی دختر، زن باید ولی داشته باشه. زن انا همینجا ولی لازم است. همون زن باید پدر داشته باشد، برادر، ولی که بیاین ولی بگوین که دیوانه، ای مرد، ای مجنون، بس بکنین عمل ها را، یا از خانه برارندش دفعش کنن. این مسئله های شوخی نیست. این مسئله ها مسئله وزنی است. این مسئله را اگر حلال گفت کافر است، نه اگر حلال نگفته کند این یک عملی بدترین بعد از کفر سختترین عمل است. بعد از کفر سختترین عمل است این. اعوذ بالله. که شهوانی عمل ها بکند و غیر و غیر. و هرگز این دختر به نزد این پدرش نزدیک نشود. باید دور باشد. باید به این معامله سخت کرده شد که این کارش بس بکنه. و یگان پدر حق ندارد که به دخترش مثل زن معامله کند. اعوذ بالله. چی گپ است این سوال دودگی انسان مگر عقل سوال دهنده مگر یگان مجنون است که آیا جایز است که به دختر اصلا یگان پدر به دخترش مثل زنش معامله کردن به حق ندارد. شهوانی یگان گپ زدن، سخن کردن، نزدیک شدن، نظر کردن به حق ندارد. و این فطرتا مرد سالم این کار نمیکند. حیوان هم این کار نمیکند. لیکن این احمقی، این دیوانگی از یک آدم خبیث ملعون لعنت شده به وجود میاد. صدقه حج کرده شود، توبه کند این مرد، به سوی الله بازگردد. الله المستعان. لیکن نجات همین است که این مرد از این فرزندها باید دور کرده شود، باید جدا شود. یعنی بین اینها باید یک جداگی باشد. جدا شود حتما به طلاق نه، حتما به طلاق نه. یعنی می شود که مرد از خانه بیرون شود. یعنی برایت تا اینکه این مشکلش حل نشود دیگه در پیش این دختر نباشد، یا که دختر از اینجا زن باید به فرزنداش بیرون شود. بالاخره الله المستعان. الله المستعان. خیلی احتیاط باشین، خیلی احتیاط باشین. این چیزی بدترین است. الله المستعان. این یک عمل دیوسی است، یک دیوست است. این چیز عمل فقط دیوسان.